به برنامه مبانی کامپیوترهای شخصی خوش آمدید. تا چند لحظه دیگر شما با اساسی ترین و مهمترین اجزای یک کامپیوتر معمولی آشنا خواهید شد و در درون آن به سیر و سیاحت خواهید پرداخت. یک کامپیوتر شخصی معمولاً از واحد سیستم اصلی که در داخل بدنه قرار دارد، صفحه نمایش، صفحه کلید، ماوس و بلندگوها تشکیل شده است. هر کدام از این اجزا نقش خود را در وارد کردن داده‌ها، پردازش و ذخیره آنها و نمایش اطلاعات به خوبی ایفا می‌کنند. واحد سیستم اصلی شامل پردازشگر مرکزی، حافظه‌ها، کارت‌های گسترشی و دیسک‌گردان‌ها میباشد و برای دسترسی و مشاهده این اجزا باید کاور بدنه برداشته شود.